پس گفتم رکوردها رو شما لازم نیستش که واقعا، یعنی از نظر زبان برنامه نویسی اگه رکورد رو ندونید اتفاق بدی نمیفته، همین کارا رو با آرایه ها میتونید انجام بدین، ولی رکورد باعث میشه که شما برنامه‌تون رو یه خورده ترتمیزتر بتونید بنویسید. و رکورد کاری که میکنه اینه که یه سری داده مختلف رو میچسبونه به هم. مثلا شما میتونین بگین struct بعد دانشجو. معمولا هم رکورد که تعریف میکنیم حرف اولش رو بزرگ میذاریم که نشون بدیم این یه نوع داده‌ای جدیده، منظورمون یه متغیر نیست. که این دانشجو چی کار میکنه؟ یه دونه اینت داره شماره دانشجویی، خب، و بعد مثلا یه دونه دابل داره معدل، دیگه چی داره؟ مثلا یه دونه اسم داره. حالا ما رشته ها رو هنوز نگاه نکردیم بهشون خیلی زیاد، مثلا یکی دو تا جلسه دیگه به رشته ها میرسیم. مثلا اسمش اینه، بعد مثلا یه دونه هم چیز داریم، مثلا اینت داریم کد رشته که مثلا کامپیوتر ممکنه کدش باشه مثلا 5، مهندسی شیمی ممکنه باشه 10 الی آخر. خب پس حالا وقتی که شما یه متغیری از نوع دانشجو تعریف میکنید، این متغیر تمام این متغیرها رو به عنوان زیر مجموعه خودش داره. همه اینا رو شما میکنین توی یه کپسول، میگین این اسمش هست دانشجو. بنابراین اینجا میایین تعریفی که میکنید میگید struct دانشجو. پس استراکت دانشجو مثل چیه؟ مثل اینه که بگید اینت، مثل اینه که بگید دابل، مثل اینه که بگید اینت ستاره. یه نوع داده‌ای جدیده. بعد مثلا میگید که دانشجو 1. خب بعد این دانشجو 1 رو چطوری شما مقدار دهی میکنید چیزاشو، مقادیرش رو؟ میتونید بهش بگید که D1 نقطه معدل هستش مثلا 15.5. با نقطه شما میتونید هر کدوم اینا رو برای خودتون دسترسی پیدا بکنید. بگید که مثلا دانشجو نقطه معدل مساویه با دانشجو نقطه مثلا نمره فیزیک به علاوه دانشجو نقطه نمره ریاضی الی آخر، مثلا تقسیم بر 3. بعد سمیکالون آخر لازمه. حالا چرا لازمه نمیدونم، تو دستور زبان سیه دیگه. مثلا یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید اینه که همین اینجا مثلا D2 رو تعریف بکنیم به عنوان یه متغیر، D2 D3 و غیره، ولی سمیکالون حتما باید بزنید. یکی از خطاهای معموله توی تعریف کردن استراکتور. حالا شما میتونید یک دیگه سوالی هست؟ بله. ببین D1 یه متغیره، استراکت دانشجو اسم نوعشه، مثل اینت، مثل فلوت، که C از شما میخواد که استراکت رو حتما بذارید. C++ نمیخواد. توی C++ شما میتونید بگید دانشجو D1. هیچ احتیاجی به آوردن اون استراکت پشتش ندارید. ولی بد نیست که شما خودتون رو عادت بدین اون استراکت رو بنویسید پشتش. بعد توی دانشجو نمیشه تابع تعریف کرد. چرا؟ میشه. توی C نمیشه. توی C++ دقیقاً تفاوت C++ و C اینه. توی C++ میان توی دانشجو یه تابع هم تعریف میکنه که اگه شما مثلا میخواید معدل نمره ها رو حساب بکنید، خود همون استراکتر خودش معدل ها رو حساب میکنه و به شما میده و میخونیم. چند جلسه دیگه برسیم میخونیم. بله. اونجایی که اسم 80 گذاشتم یه آرایه است. بله. مثلا شما فرض کنید ممکنه کلا مثلا 100 تا درس توی دانشگاه باشه، بعد شما مثلا میتونین بگین مثلا دابل نمره 100. اینم باز یه آرایه 100 تایی هستش که توی این نمره قرار میگیره. خود چیزتون هم شما میتونه بعد من مثلا چیزو چطوری دسترسی دارید؟ میگین D1 نقطه نمره، مثلا نمره 5میش هستش مثلا 12. بله. حالا میتونید یه آرایه‌ای از استراکت تعریف بکنید. مثلا شما میتونید اینجا بگید استراکت دانشجو، مثلا دانشجوها، مثلا 500 تا دانشجو دارید. خب اینو من چطوری شما دسترسی پیدا میکنید؟ تنها کاری که میکنید، یعنی خیلی منطقی باید باشه الان براتون دیگه دسترسی پیدا کردن بهش. مثلا میگین دانشجوها، دانشجو شماره 67 معدلش هست 15.5، دانشجو شماره مثلا
32 نمره پنجمیش هست 12. دیگه یعنی من میتونم بپیچونم اینه دیگه، میتونم اینا آرایه دو بعدی تعریف بکنم از استراکت که همینه دیگه، یعنی مثلا خیلی چیز پیچیده ای نمیشه. حالا اگه فرض کنیم که توی زبون سی رکورد وجود نداره، اصلا چیزی به اسم استراکت وجود نداره، آیا شما میتونید این برنامه رو بنویسید که دانشجوها رو داشته باشه، اسمشون داشته باشه، نمرهشون داشته باشه؟ اینا چطوری مینویسیم؟ 500 تا دانشجو داریم، خب یه فرم می‌نویسیم. خب فرم مال اینه که شما دسترسی پیدا کنید، ولی خود ساختمان داده هایی که تعریف می‌کنید، خود متغیرهایی که تعریف می‌کنید چی هستند؟ شماره دانشجویی 500 دقیقاً. مثلا شما میگین اینت شماره دانشجویی کوروشه باز 500 کوروشه بسته. این یه متغیره واسه خودش مستقل از بقیه چیزا. بعد نمیدونم دابل معدل 500. بعد وقتی که میخواین تو برنامه به اینا دسترسی پیدا بکنید به عنوان متغیرهای مستقل استفاده کنید. خوبی رکورد اینه که خب همه اونایی که به طور منطقی مربوط به همن جمع میکنی یه جا. مثلا شما ممکنه که کارمند داشته باشید و دانشجو داشته باشید، بعد مثلا میخواین چیزها رو حساب بکنید، حقوقا رو حساب بکنید. مثلا دانشجو برای خودش شماره دانشجویی داره، کارمندم شماره دانشجویی داره. شما میتونید تعریف بکنید شماره مثلا چه میدونم 10,000 که هم دانشجوها باشه هم کارمندا باشه. ولی خب کار راحت ترش اینه دانشجوها رو جدا تعریف کنید. مثلا دانشجو نمره داره، معدل داره، کارمند که نداره. اینا رو میتونید برای یه استراکت دانشجو تعریف کنید که اسم داره، شماره داره، معدل داره و نمره. یه دونه استراکت تعریف بکنید کارمند که اسم داره، شماره داره، بعد حالا مثلا پایه حقوق داره، نمیدونم چیز داره، دانشکده داره و اطلاعات مربوط به کارمند داری. خروجی آیا میتونیم تعریف کنیم مثل تابعی که یه چیزی بده؟ میگم اونا ما تو سی پلاس پلاس تعریف میکنیم. بله میشه یه تابعی تعریف کنید که یه چیزی رو حساب بکنه و خروجی به شما بده. چیو میشه آورد داخلش؟ استراکتو میشه چیکار کرد؟ داخل مین فکر میکنم میشه، مطمئن نیستم. معمولا ما همون بیرون تعریف میکنیم که برای چیز باشه دیگه، انواع اقسام و چیزهایی که داریم، ساختمان داده هایی که داریم و معمولا اون بیرون تعریف میکنیم، بعد تو مین ازش استفاده میکنیم معمولا. ولی فکر میکنم میشه استراکت داخل مین هم تعریف کنم، مطمئن نیستم. میشه. خب مثلا شما الان یه دونه استراکتی بنویسید که یه نقطه رو نشون بده. یه نقطه رو توی فضا ما میخوایم نگه داریم، یه استراکتی بنویسید که نقطه رو نشون بده. مثلا میتونید یه آرایه، بذارید مسئله رو اصلا اینطوری تعریفش بکنیم، یه آرایه 100 تایی تعریف بکنید، بعد که این آرایه 100 تایی 100 تا نقطه است که رابطه x و y توی این باید باشه y مساوی 3 ضرب در x. خط 3x رو میخوایم نشون بدیم. خب پس برای اینکه نقطه رو تعریف بکنی چیکار کردی شما؟ نقطه رو چطوری تعریف کنیم؟ میگیم استراکت نقطه. دقیقاً. حالا یا دابل یا اینت بستگی به چیزی که دارید. مثلا من میتونم بگم اینت x و اینت y. این کارم میتونم بکنم اینت x کاما y. اینم مجازه. ولی معمولا ما هر کدوم تو یه دونه خط میذاریم، یه خود خانایی برنامه رو بیشتر میکنه. بعد من اینجا میتونم بگم استراکت نقطه، گفتم چند تاییه؟ 100 تاییه. حالا این 100 میتونه یه نامبر ساین دیفاین باشه دیگه. خب مثلا میتونم بگم تعداد نقطه که اینم اینجا معمولا هم دیفاینامونو این بالا انجام میدیم، بعد تایپ همونو تعریف میکنیم، بعد توابعمونو. پس استراکت نقطه تعداد نقطه. حالا من چی میخوام؟ یه دونه اینت آی میخوام که بگم فور آی هست 0، آی کوچیکتر از تعداد نقطه آی پلاس پلاس. بقیه برنامه رو یکی دیگه بگه من بنویسم. شما که اون گوشه نشستی.
چیکار کنیم؟ میخوایم این 100 تا نقطه رابطه y مساوی 3x در روشون برقرار باشه. x رو بگیره. x رو مثلا چی باشه؟ میگم ببخشید من میگم استراکت نقطه، متغیرش رو تعریف نکردم. نقطه های i مساویه با مثلا i. x همون میتونه همون i باشه، یا اگه بخوایم مثلا i ضرب در 10 باشه، i تقسیم بر 10 باشه، اینش خیلی مهم نیست. و بعد نقطه ها i y xش این باشه، yش باشه نقطه ها i x ضرب در 3 مثلا. بنابراین شما همیشه با این نقطه x، نقطه y شما میتونید x و y، مؤلفه های x و y هر نقطه ای رو پیدا بکنید. بعد مثلا فرض کنید من الان میتونم براتون تعریف کنم مستطیل چیه؟ یه مستطیل رو چطوری میتونید نشون بدین تو صفحه؟ اگه بدونید که مثلا مستطیله همیشه ضلعش افقی و عمودیه، یعنی در راستای زمین و در راستای دیواره، چرخش اگه نداشته باشه، مستطیل چطوری میشه تعریف کرد؟ بله، طولش. پس شما دارید یه استراکت تعریف میکنیم، میگه طول، عرض، دیگه چی؟ یه چیز دیگه هم لازم دارید که یه مستطیل، نقطه اولیه‌اش هم لازم دارید دیگه، درسته؟ پس شما میتونید مستطیل رو مثلا اینطوری تعریف کنید، بگید استراکت مستطیل چیه؟ یه اینت طول داره، یه اینت عرض داره، دیگه چی داره؟ x و y. خب چرا نداشته باشه استراکت نقطه؟ بعد مثلا بگم گوشه چپ پایین. این قشنگ یه مستطیل رو برای شما تعریف میکنه دیگه، درسته؟ پس یه استراکت رو میشه توی یه استراکت دیگه به کار برد. بعد حالا اگه یه مستطیل تعریف میکنین، مستطیل M، اگه من تو برنامه بگم استراکت مستطیل M، اون باید بگم M نقطه گوشه چپ پایین نقطه X. این میشه مختصرات x مینیمم x مال مستطیلتون دیگه. بذارید بنویسم استراکت مستطیل M. بعد این پایین میتونم بگم M نقطه. ببینید خود ویژوال سی برای شما یه دیالوگ باز میکنه، حالا شما نمیتونین بخونین احتمالاً، نوشته عرض گوشه چپ پایین طول. بعد من با کرسر میام گوشه چپ پایین رو انتخاب میکنم، انتر. نقطه که میزنم میگه حالا x رو میخوای یا y رو میخوای، مثلا x مساویه با 8. پس این نقطه میتونین شما چه تعریف کنید. مستطیل یه طور دیگه هم میشه تعریف کرد. چطوریه؟ 4 تا نقطه. مطمئنی 4 تا نقطه؟ 2 تا نقطه کافیه. اگه بدونید که مستطیله هیچی دوران پیدا نکرده و همیشه افقی و عمودیه، میتونید یه نقطه گوشه چپ پایین تعریف بکنید، یه دونه هم نقطه گوشه راست بالا. با این 2 تا نقطه شما مستطیلتون کاملا تعریف میشه و ترش رو دارین تعریف میکنید. حالا یه استراکت دیگه، یه مثال استراکت دیگه، همون چیزی که گفتم، پیکسل به یه نقطه میگن تو گرافیک. پیکسل شما 3 تا کر داره، 3 تا آنسایند کر داره که یکیشون هست R از 0 تا 255، یکیش هست G که رنگ گرین سبزه، یکیش هم هست B بلو. R و G و B یه پیکسل رو داشته باشین تمام نقاط پیکسل رو دارید. حالا من اگه بهتون بدم این 3 تا نقطه پیکسل رو، این یکی از تکلیفاتون خواهد بود، بگم تصویر رو سیاه‌سفید کنید، یعنی اصلا رنگ نداشته باشه، فقط از سیاه که 000 آر و جی و بیش 000 تا سفید 255 تغییر بکنه. چیکار میکنید؟
یه نقطه خاکستری چه خاصیتی بین سبز و آبی و قرمزش وجود داره؟ همشون مساویان. برای اگه من یه نقطه رو تعریف بکنم آر و جی و بیش باشه 100 این میشه یه نقطه‌ای که رنگش، یعنی ببخشید نورش، که سیاه باشه 0، سفید باشه 255، این نورش هست 100. بنابراین یه خاکستری متوسطه. اگه من یه خورده آرش رو زیاد کنم رنگ متمایل به قرمز میشه. جی یا بی رو زیاد کنم سبز و آبی میشه. آر و جی رو با هم زیاد کنم ترکیب چی میشه؟ قرمز و سبز چی میشه؟ حالا نمیدونم، زردی. سه تا رنگ چیزی داریم دیگه، سه تا رنگ اصلیه، سبز و قرمز و آبی داریم. بعد دو تاشونه که با هم ترکیب میکنید میشه رنگ آبی آسمانی، دو تا دیگه شونو که ترکیب میکنیم میشه زرد، دو تا دیگه شونو که ترکیب میکنیم میشه صورتی. حالا الان من یادم نمیاد کدومشونه. بعد مثلا من تو تکلیفاتون یکی از چیزایی که خودم داشتم امتحان میکردم این بود که بیاید چیز کنید، بیاید بذارم بهتون نشون بدم. مثلا یه دونه مثال، مثلا تو تصویر شما میتونید بگید برای من تمام نقطه های قرمز رو چیز کن، پیدا بکن. بعد برنامه شما فقط کافیه بره نگاه بکنه که ببینه کدوم نقطه ها هستن که قرمزشون خیلی بیشتر از سبز و آبیشونه و اون وقت اونا رو چیز بکنه، اونا رو تعیین کنه به عنوان نقطه های قرمز. الان مثلا این یه دونه تصویره. خب بعد اینو بهتون میدم، این تصویرها رو بهتون میدم که رو همین اینا این بازی ها رو در بیارید. این اون وقت گفتم برو رنگای زرد رو بگرد به جاش بذار آبی. خب این تیپ کارا رو شما میتونید به طور الگوریتمی انجام بدید. چیز نیست البته. خب راه مثلا اینو ببینید، اینو من الان گفتم زرداشو بکن آبی آسمانی. خب خیلی زردشو من الان کردم آبی آسمانی. اگه یه خورده اون درجه خیلی زردیشو کم بکنم اون وقت این صورتی ها رو واسه شما عوض میکنم. الان من میرم جلو عقب بین این دو تا تصویر. ببینید صورتی ها رو نگاه کنید. الان این صورتی رو میبینید رنگ صورتی یه خورده مایل میشه به آبی. یعنی برای بعضی نقطه ها رو برنامه من اشتباهی داره تشخیص میده که این زرده در حالی که زرد نیست، صورتی رو داره تبدیل میکنه یه مقداری به آبی. اینه که این تیپ بازی ها رو شما به راحتی وقتی که اون استراکت آر و جی و بی رو داشته باشین میتونید هر معادله‌ای میخواین بین آر و جی و بی نگاه بکنید. مثلا معادله من اینجا این بوده، گفتم آر و جی و بی رو میانگین بگیر ازش. اگه آرت بزرگتر بود از میانگین اینا تشخیص بده که این قرمزه. یه مثال دیگه بهتون بدم. مثلا توی مسابقات روبوکاپ، تو مسابقات روبوکاپ یه سری رباتو شما باید درست بکنین که این ربات‌ها بتونن بچرخن تو زمین، توپ مثلا بزنن و مثلا گل بزنن و از این کارا. تشخیص توپ، تشخیص یه جسم دایره‌ای توی یه تصویر خیلی شلوغ قاطی پاتی کار سختیه، کار آسونی نیست دیگه. یه سری الگوریتمی شما باید بزنین که تو تمام تصویر بگرده ببینه آیا این شیئی که داریم معادله آبی، معادله مثلا یه دایره تشکیل میشه یا نه. بعد اومدن کسایی که مسابقه روبوکاپ را میندازن اومدن گفتن ما توپمون رو همیشه نارنجی میکنیم. یه توپیه که کاملا نارنجیه، هیچ خط و خالی هم روش نداره. برای این الگوریتم شما کافیه که تصویر همه رو نگاه بکنه ببینه آیا یه گروه پیکسل‌های نارنجی کنار هم میتونه پیدا کنه که اندازش از مثلا 2 میلیمتر بزرگتر باشه یا نه. بعد اینو میگه که این دیگه توپ منه، همیشه رباتاش میدوئن دنبال این توپه. حالا یه سخنرانی من داشتم گوش میکردم از دانشگاه کارنگی ملون که توی مسابقات روبوکاپ چیز شد. یه سالی رباتاش همه قفل کردن، همه وایساده بودن و میدیدن اینا یه کارهای خیلی عجیب غریب دارن میکنن که اصلا معلوم نیست، مثلا برنامه اصلا انگار هیچ کاری نمیکنه، قاطی کرده. بعد مربی تیم یهو زد تو سرش گفت خاک تو سرمون، ما الگوریتمو فقط گذاشتیم رو اینکه توپو میخواد بگره دنبال جسم نارنجی بگره. حالا بقیه تیم‌ها دنبال جسم نارنجی میگشتن، بعد میگفتن آیا این تقریب خوبی از دایره هست یا نه. یعنی الگوریتمشون فقط به رنگ بستگی نداشت. مربی یهو زد تو سرش گفت ببین صندلیایی که اون ته همه نارنجی ان. برای رباتاش صندلی میدید میگفت بدو بریم دنبال توپ، میرفت طرف صندلی. در راه حلشون چی بود؟ تمام تیمش رو ردیف کرد گفت بریم بشینین رو اون صندلی‌ها.
همه رفتن رو صندلی‌ها نشستن که هیچ رنگ نارنجی معلوم نباشه. بعد اگه یه نفری از تماشاچی‌ها بلند میشد از روی صندلی به تیم به میگفت بود دوباره رو اون صندلی بشین که مثلا ربات‌های ما قاطی نکنن. بنابراین میخوام بگم الگوریتمایی که پردازش تصویر میکنن خیلی میتونن پیچیده باشن، ولی حالا با کارهای خیلی خیلی ساده‌ای مثل این کاری که من الان اینجا کردم، رنگو نگاه بکن، یه تقریب خوبی از رنگ چیز به شما میده، رنگ زرد به شما میده که بتونید مثلا رنگ زرد رو تبدیل بکنین به رنگ آبی. ولی مثلا چه میدونم اگه برادر خانومتون رو بخواید مثلا دماغشو خرطوم فیل بکنین، این مثلا یه مقدار باید معادله حل بکنید و اینا. یا مثلا نمیدونم دیدید یا نه، یه سری تصویر هست که مثلا یه سری فیلتره که شما تصویر یه نفری رو از جلو گرفتید، بعد یهو مثلا دماغشو گنده میکنه، انگار که مثلا یه لنزی گذاشتین که وسط تصویر رو گنده بکنه، بقیه تصویر مثلا معمولی باشه. این هیچ چیز عجیب غریبی نیست. یه سری معادله شما دارید تعریف میکنید، میگی نقطه هایی که تو وسط رو اینا رو یه خود بکش، مثلا یه دونه معادله درجه 2 رو شما روی تصویر میذارید، میگی نقطه ای که x و y اولیه بود اینو ببر به x پریم y پریم که طبق این معادله تعریف شده. حالا اگه من بتونم یه مثلا تابع ترتمیز اینطوری براتون تعریف بکنم، بهتون میدم عکس دوستاتون رو بگیرید چیز کنید دیگه تا دلتون میخواد از این بازی‌ها بکنید. بسیار این از استراکت دیگه واقعا چیز خیلی عجیب غریب بیشتری نداره، فقط شما میگید استراکت نقطه یه چیزی. تنها نکته دیگه ای رو که من بهتون نگفتم الان اینه که اگه حالا این پوینتر باشه، اگه من بگم یه اشاره گریه که آدرس یه دونه پوینتر رو داره، آدرس یه دونه استراکت رو داره نشون میده، اون وقت دیگه ام به جای نقطه باید بگید فلش، به جای نقطه این میشه فلش. یا اینطوری میتونید دسترسی پیدا بکنید، یا اینکه بگید استار ام که این میگه برو به اون آدرست، برو اون استراکتی که اونجا وجود داره. حالا میتونی بگی نقطه گوشه چپ پایین. چیه؟ متوجه سوال نشدم. داخل پرانتز نمیشه گذاشت. فکر میکنم اینو باید برین جدول چیزاتون رو نگاه بکنین، جدول اولویت ها رو نگاه کنین. من فکر میکنم نقطه اولویتش بیشتره، یعنی این فکر میکنه که شما کل اینو دارید در نظر میگیرین، میخواین استار اینو بگیرید. فکر میکنم حالا حداقلش اینه که از نظر خوانایی برای مایی که برنامه نویسیم این راحت تر، معنی راحت تری برای ما میده دیگه. خیلی خب، این از استراکت. سوالی نیست؟ مثلا من اینو فقط سیوش کنم. پس اینو من به اسم استراکت CPP سیوش کردم. حالا بریم سراغ توابع. خیلی وقتا هست که شما یه کاری که دارین تو برنامه‌تون باید کارهای مختلفی انجام بده و این شما نمیتونید مثلا یهو 2000 خط رو توی مینتون بنویسید، یا مثلا یه سری کارها هستش که شما چند بار لازمه که تکرارش بکنید. مثلا میانگین گرفتن، ممکنه شما میانگین گرفتن رو 10 جای مختلف برنامه‌تون بخواید انجام بدین، بعد حالا نمیتونید 10 بار اون یه تیکه برنامه‌ای که میانگین میگیره رو تکرار کنید تو برنامه‌تون. اومدیم و یه اشتباهی کرده بودید، بخواید درستش کنید تمام اون 10 بار رو باید بریم پیدا بکنید و درستش بکنید. کاری که ما میکنیم اینه که میایم یه تابع تعریف میکنیم، عین همین مینی که شما دارید، عین مین یه دونه تابع تعریف میکنید، مثلا میگین دابل میانگین، که این مثلا میخوایم میانگین 3 تا عدد رو بگیره. خب که اینجا میتونید مثلا یه سری متغیر تعریف بکنید، مثلا میتونید بگید اینت تعداد مساوی با 3. حالا اینی که من می‌نویسم الان الکیه، ولی میخوام بهتون چیزو نشون بدم، تعریف متغیرها و غیره توی برنامه رو نشون بدم. بعد میتونید مثلا بگید که دابل میان مساوی با a به علاوه b به علاوه c، بعد میان تقسیم مساوی با 3. بعد که این کارا رو کردید، محاسباتتون رو کردید، آخرش میگین ریترن میان. ریترن یعنی چی؟ ریترن یعنی این مقدار عددی که من برات حساب کردم رو اینجا هم میگید که نوع خروجی من دابله. من یه تابع هم که 3 تا اینت میگیرم، یه دونه دابل میدم بیرون. نوع خروجی من که دابله، این میان رو بردار به عنوان
خروجی تابه. توی برنامه چطوری استفاده میکنم ازش؟ میگم مثلا دابل m، بعد میگم m مساویه با میانگین 2 و 4 و مثلا 7. بعد میتونم مثلا سی اوت کنم m رو. خب سوال؟ درسته، تعداد هیچ کاری نمیکنه، من فقط تعریفش کردم من که بهتون نشون بدم میشه توی تابع یه اینت هم تعریف کرد یا متغیرم برای خودش تعریف کرد. خب حالا مثلا شما یه بار دیگه هم میتونید مثلا یه انی هم داشته باشید که مثلا n باشه میانگین 1 و 3 و مثلا 6. حالا اینو بذارید من F7ش بکنم. این الان کامپایل شد. خب برنامه غلط چیزی نداره، دستور زبانی نداره. اگه من بگم 6 و 8 هم چی میشه؟ فکر میکنید؟ دو تا حالت داره دیگه. ببینید ما تو تعریفمون گفتیم این باید اینت باشه، یا کامپایلر خطا میده بهتون میگه اینجا حق نداری دابل بذاری، یا همون کارهای معمول سی رو میکنه، کستش میکنه به اینت، به شما اینت میده. بذارین F7ش بکنیم ببینید چیکار میکنه. یه دونه فقط بهتون خطا، یعنی ارور نداد، اخطار بهتون داد. اخطارتون چی بود؟ همون که آقا آرگومنتتون از دابل دارید به اینت تبدیل میکنید، ممکنه اشتباه باشه. بنابراین خود سی فهمید که اینجا اینت لازمه، خودش تبدیل به اینت کرد، فرستادش به تابع. اینا طبیعتا میتونن متغیر هم باشن دیگه. شما مثلا میتونید یه متغیر حالا این جالب میشه اینت x مساویه با 4، بعد مثلا اینجا x رو میدید. خب و برنامه رو میتونید اجرا بکنید. بذارید من برنامه رو استپ بای استپ هم اجراش بکنم. F10 رو اگه من بزنم F10 دیگه نرفت توی میانگین. F10 رو که میزنید داخل تابعه نمیشه، ولی به شما امو داد. اینجا هم یه دونه علامت فلش داره میگه میانگین returned 4 و 33. بهتون نشون میده که مقدار خروجی تابعتون چی بود. این پایین نشون میده. امتون هم عوض شد. خب حالا اگه به جای F10 F11 بزنم میره داخل تابع میشه. حالا بذارید من اینجا اسم متغیرامو بنویسم. دارم M N X A B C. خب الان به شما A و B و C رو نشون نمیده. الان بهتون میگه A و B و C برای من تعریف نشدند. چرا تعریف نشدن؟ برای اینکه نگاه میکنه به تابع مین. تو تابع مین من ABC تعریف نکردم، براش A و BC وجود ندارن، فقط M و N وجود دارن. F11 که میزنم میره اول تابع میانگین رو نشون میده. حالا میبینید A و B و C 1 و 3 و 6 هستند. M و N تعریف نشدن. M و N و X رو میگه من نمیدونم اینا چی هستن. بنابراین الان تو این تابع میانگین اگه بگین M مساوی M ضرب در 2 هیچ معنی براش نداره، اصلا نمیدونه M چی هست. بذارید من بیام پایین فقط 1 3 6 رو بهتون نشون بدم. وقتی تابع رو صدا کردیم 1 و 3 و 6 به عنوان ورودی بهش دادیم. این مقادیر 1 و 3 و 6 تو A و B و C قرار گرفت. وقتی که شما اینجا X رو گذاشتید 2 و X و 7 چه اتفاقی افتاد؟ دید مقدار X هست 4، به جاش گذاشت 4، به تابع گفت آقا A و B و C هست 2 4 7. طبق اون حالا برنامه رو اجرا بکن. خب اینجا الان من یه متغیر تعدادم دارم دیگه، میذارم تعداد هنوز تعریف نشده است، میان هنوز تعریف نشده است. F10 رو که میزنم حالا وارد بدنه تابع که میشه، بله حالا تعداد و میان به عنوان متغیر تعریف شده هستند. تعداد میشه 3، میان جمع ایناست که هست 10 تقسیم بر 3 ریترن میان حالا قراره که برای من مقدار میان رو برگردونه به عنوان خروجی. به محض اینکه F10 میزنم A و B و C تعداد میان تعریف نشدن، برمیگردیم سر جای اولمون. متغیرها همه مقدارهای اولیه‌شون رو دارن تعریف شده. بله بعدن اونا خیلی پیشرفته است. اونا بعدن. خب پس حالا اینو دیدیم که متغیرها، یعنی هر تابعی واسه خودش قلمرو و مملکت خودش داره.
داخل مملکتش هر کاری دلش بخواد میکنه، هر تعداد متغیری بخواد تعریف میکنه و اینا. این متغیرها هیچ ربطی به مین ندارن. اون بیرون هر اتفاقی میخواد بیفته، مین نمیفهمه داخل این تابعه چی بوده. خب حالا A و B و C رو شما اونجا تعریف کردین، تعدادم اونجا تعریف کردید دیگه. حالا چی میشه؟ من اینجا بگم int A مساوی 4 و اینجا بگم A. یعنی A دو بار تعریف شده دیگه، یکی تو اون تابعه یکی تو مین. هیچ اشکالی نداره. این A واسه خودش A، اون A اون تو واسه خودش A. پس F10 الان میکنم، F10 A هست 4 قبوله. حالا F11 میکنم، A اینجا هست 2، B هست 4، B مقدار A'i که اون بالا بود رو گرفت از من. خب پس این حالت ساده یه تابع که تعریف کردیم. این نکته رو الان بگم، از نظر استیل برنامه نویسی شما یا میتونید تابع هاتون رو قبل از مین همه رو این بالا تعریف بکنید که خیلی معمول نیست این کار. کار دومی که میتونید بکنید اینه که شیفت دیلیت بذارید من بکنم، تابع رو میاد پایین مین تعریف میکنید، با این تفاوت که الان تو مین وقتی که شما میگید m مساوی میانگین، مین هیچ ایده ای نداره میانگین یعنی چی، اون سه تا آرگومانی که باید بگیره چی هستن. خب پس شما اول قبل از اینکه استفاده بکنین، همونطوری که مثلا استراکت نقطه تعریف میکردید بعد از نقطه استفاده میکردید، اینجا هم باید تعریف کنید، بهش بگید آقا من یه تابعی دارم، دابل برمیگردونه، اسمش هست میانگین، اینت ABC هم میگیره. در حقیقت اینت میگیره، 3 تا اینت میگیره. اصلا اینجا برای مین مهم نیستش که اینا حالا اسم متغیرهایی که شما دادید به اینا چیه، فقط باید بدونه که 3 تا اینت شما میگیرید. به این میگن پروتوتایپ، به این میگن یه چیزی که فقط به شما میگه آقا این تابع من نوعش اینه. اینی که این تعریف کنید کار خوبی نیست. معمولا این متغیرهای ABC معنی دارن دیگه، مثلا یکیشون هست آرایه نقطه ها، یکیشون هست تعداد نقطه ها، یکیشون هست مثلا خروجی برنامه یا مثلا میانگین نقطه ها. برای این چیزها رو بذارید، A و B و C رو بذارید. این سمیکالن خیلی مهمه. سمیکالن یعنی داره به شما میگه آقا تعریف تابع من تموم شد، من نمیخوام بهت بگم چطوری میانگین محاسبه میکنه، فقط دارم بهت میگم ورودیاش اینه خروجیاش اینه. بله میشه بلندتر بگی؟ F10 تو تابع مین میره خط به خط مین رو اجرا میکنه، F11 وارد هر تابعی که داره یه تابع دیگر رو صدا میکنه میشه. حتی شما مثلا اگه سی اوت داشته باشید یا مثلا توش بگید A مساوی سینوس یه چیزی، F11 بزنید میره داخل تابع سینوس میشه. حالا منتها با این تفاوت که شما سورس کد سینوس رو ندارید، بهتون سی شو نشون نمیده، اسمبلی شو نشون میده بهتون، ولی به هر حال میره داخل تابع و بهتون نشون میده مقداراشو. خب پس اینطوری میتونید یه چیزی رو تعریف بکنید. اینو من به عنوان تابع سیوش میکنم، تابع 1. حالا شما یه سوال ازتون میپرسم، فرض کنید یه دونه تابع من مینویسم عوض کن که هیچی هم خروجی نداره، خروجی هیچی نمیده به شما، عوض کن میخوام جای متغیرهای A و B رو عوض کنه. پس من اینجا مثلا تعریف میکنم اینت x مساوی 4، y مساوی با 7، بعد میگم عوض کن x و y که میخوام چی بشه؟ جای x و y رو عوض بکنم، x بشه 7، y بشه 4. چیزاشو چطوری بنویسم؟ خود تابع رو چطوری بنویسم؟ یه متغیری توش باید باشه که موقتا جاها رو عوض کنه. اینت t مثلا، t مساوی با a مساوی با b مساوی با t، بعدم ریترن. حالا ریترن هم نذاشتید دیگه، چون اینجا هیچ مقداری رو که بر نمیگردونید. ریترن
بنابراین اگرم حذفش بکنید هیچ اتفاقی نمیافته. در ضمن وسط کار تابع شما میتونید ریترن بزنید. مثلا همونطوری که ما بریک و کانتینیو داشتیم توی حلقه، شما وسط تابع مین هم اگه ببینید مثلا یه کارتون انجام شده دیگه لازم نیست ادامه تابع رو برید جلو، میتونید وسط تابع بگید ریترن. حالا بذارید F10ش بکنیم. چه اروری میده؟ عوض کن. F10. خب F10 که میکنم این 4 x4 y7 F10 میزنم الان هیچ عوض نشد. بذارین F11ش بکنیم. Shift F5 F11. بذار اینجا هم من X و Y و اونا چی بود؟ A و B و T داشتیم. F11 بکنم. F10. خب A و B همون 4 و 7 شدن. حالا F10 که میکنم T شد 4 A شد 7 B شد 4 جاها عوض شد پس درسته؟ ولی وقتی که F10 میکنم X و Y هیچ اتفاقی براشون نیفتاده. چرا؟ خارج شد از تابع، ولی خب متغیر رو عوض کردیم جاشو دیگه. دقیقاً A و B توی این تابعه تعریف شده بودن. گفتم مین هیچ ایده ای نداره A و B چی هن. اینجا این وسط من یعنی A و B متغیرهای محلی هن، متغیرهایی که فقط تو تابع معنی میدن. تو این متغیرهای محلی بله من جاهاشو عوض کردم. باریکلا چقدر قشنگ. ولی وقتی برمیگردیم به مین که ندیده، مین نمیدونه A چیه نمیدونه B چیه. قبوله؟ یعنی اگه شما نگاه بکنید مثلا حالا الان دیگه وقت نیست من این کارو بکنم، ولی مثلا X و Y رو اگه نگاه بکنید مثلا آدرسشون هست 0x ff نمیدونم 2 0 و نمیدونم 0x ff 04. اینا میشه آدرسایی که X و Y توش هستن. بعد A و B عوض کنو که شما صدا میکنید A و B مثلا یا آدرسشون میشه 0x ff 12 0x ff 16 مثلا. هیچ ربطی به اون X و Y ندارن. کاری که شما میتونید بکنید اینه که چیه؟ باید بتونید با چیزایی که تا حالا خوندید این مسئله رو حل کنید. اشاره‌گر آدرس X و Y رو باید بهش بدید. بنابراین میگید من اینجا اینت ستاره A دارم و اینت ستاره B. بعد اینجا عوض کن بهش میگین آدرس X و Y رو بهت میدم. حالا که آدرس ها رو داری برو دقیقاً سر همون آدرسی که X و Y واقعی مال مین هستن برو سر اونجا و اون وقت توی اون آدرس ها توی اون جاهای حافظه جای دوتا متغیر رو عوض بکن. بذارید F10ش بکنیم. F10 X و Y 4 و 7 وقتی که انجام شد 7 و 4 شدن. دیدید جاها رو واقعا عوض کرد. حالا من خواهشی که ازتون دارم اینه که الان دیگه وقت کلاس تموم شد، ولی شما این مثال دومو میذارم تابع 2، این تابع 2 رو برید آدرس ها رو نگاه بکنید. آدرس ها رو یعنی هم با اون حالت X و Y که اینت فقط میگرفت نگاه بکنید، هم با حالتی که اینت استار میگرفت نگاه کنید. مطمئن بشین که کاملا میفهمین چه اتفاقی داره میفته و برنامه چطوری داره اجرا میشه. خسته نباشید. پس منتظر تکلیف بعدی باشید دیگه.